میگویند که زمانی که دستگاه چاپی اختراع نشده بود تا آن وقت کتاب‌ها را دست‌نویس می‌کردند، یعنی خطاطان ماهر کتاب‌ها را خطاطی می‌کردند و اکثر خطاطای ماهر خطاطایی که بسیار خط زیبا و خوانا داشتند در دربار شاهان زندگی می‌کردند. میگویند که کتاب‌ها را با نرخ خیلی گران خطاطی می‌کردند و خط آنها خیلی زیبا بود که نوع‌های گوناگون داشت. شما باور میکنید در مرکز میراث خطی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان کتاب‌های حفظ و نگهداری میشوند که شاید از عصر 12 13 15 باقی مانده باشند و این کتاب‌ها شاید یک نسخه باشند یا دو نسخه و خیلی کتاب‌های گران ارزش هم هستند. دوستان عزیز درود، آمدیم که از مرکز میراث خطی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان به شما گفته باشیم. با ما میرویم. رفتیم. مرکز میراث خطی نزد ریاست اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان یکی از بزرگترین گنجینه‌های آثار خطی شرقی در قلمرو آسیای میانه و سابق اتحاد شوروی میباشد. عین حال در اینجا حدود 6000 نسخه خطی و در عموم 17000 کتاب حفظ و نگهداری میشوند. شرایط نگهداری نیز خاص است. اولا برای نگهداری آنها همون جایی که آنها نگهداری میشوند یک هوای معتدل که از 18 تا 24 درجه از این باید زیاد و کم نشوند، همیشه دائمی و با جهازهای مخصوص هوای آن هر وقت وابسته با باد و هوا برآورده می شود و هوای تازه وارد کرده می شود. همینطور دائما مواظبت می شود که چنگ و غبار در بالای کاغذان نشود نشیند و همینطور اون کتاب ها را اساساً گوییم که بی‌ضررگردانی می شود و واسطه جهازهای مخصوص و با موادهای خیمیایی و همینطور معالجه کرده و در خزینه نگهداری می شود. اینجا دستگاه مخصوص برای از چنگ و غبار دور کردن کتاب‌ها موجود است. اصلا در این دستگاه کتاب‌های زمان معاصر را هر چند مدت تازه می‌کنند. طرز ترمیم و نگهداری دستخط‌ها و کتاب‌های نادر تماماً دیگرگونه است. کتاب‌های نادر را در هر گونه دستگاه گذاشتن اجازت نیست، زیرا که آنقدر مثلا ورق‌های آن نازک است که حتی هنگامی صحیفه زدن با یک احتیاطی تمام اون را صحیفه زد و همین گونه و فکرم آنها را مثلا در چند مدت تازه میکنن از چنگ و خاک. خب بیاید درباره اینا حرف زنیم که چگونه تازه کرده میشوند، چگونه نگاه داشته میشوند. دستخطها را با واسطه شوتکم و توزیع میکنیم برای اینکه با دیگر اسباب ها ممکن نیست این را. در مدت چند قدر مثلا یک کتاب ما در 2 روز 3 روز میکشد که آهسته بله. برای چی تازه میکنید اصلا؟ از چنگ و غبار و مثلا از شد توزیع کرده میشه برای اینکه یا چندین سال شد که خواب هستند یا آب رسیدگی است، یعنی آب رسیدگی است که ورقاش فرسوده شده دریدگی است، آب رسیدگی و در دوام توزیع کردن و چی کم بودی یه یکون داغ یکون کسری یکون چی باشد قید میکنه که برای اگر داغ و مثلا یگان مثلا آسیب در کتاب رسیده باشد اون هنگام باز چیکار میکنید؟ یا ورقای مخصوص است که میگذارن که برای دیگرش نگذارد و دیگر ورقا باز ترمیم چی میشود اون چی داغ‌ها با واسطه محلول‌های مخصوص توزیع کرده میشود.
حالا درباره هنر صحافی حرف خواهیم زد. میگویند که اون زمانها در برابر خطاطان و صحافان نیز بودند که این وظیفه علاهیده به حساب میرفت. وقتی که خطاطان کتاب را نوشته میشدند برای صحیفه بندی به دستی صحافان میدادند که صحافان فکر میکنم همین گونه مثلا به کتاب مقاومه میساختند و کتاب را صحیفه بندی میکردند. یکی از عنصرهای اساسی علم نسخه شناسی این جلد میباشد و جلد باشد یعنی که آن پوششه که نسخه های ورق های نسخه را در خود محکم نگاه داشته آنها را از ضررهای بیرونه محافظت میکند. جلد باشد از یک چند عنصرها قسم‌ها عبارت است که یعنی که قسمی از همه بالایی جلد که به نظر انسان نمایان است این دفعه نام دارد. دفعه رو می شود و دفعه پشت می شود و این چرم مخصوصی که اینها رو به هم یک جایه می پیوندد و ورق های درون جلد را با خود محکم نگاه می دارد. این عطف نام دارد و عادتا عطف از چرم می شود، از چرم نفیس. مقوا از کاغذ ها با طرز مخصوص می ساختن، این را با چی شیرش کردن مستحکم میکردن. انا باز در اینجا یعنی که قسمی داخلی نسخه در داخل نسخه یعنی که این رو استر مینامند. استر عادتا از کاغذ یا از چرم هم میشد در وقتش. و باز در اینجا دو سه ورق خالی هستی بدرقه نام دارن. بدرقه یعنی که استر رو با ورق‌های درون جلد می‌پیوندند. در داخل استر و ابره جلد قسمی بالایی را ابره می‌نامند. ابره و در بین ابره و استر یعنی که مقوای جلد موجود است که اون را با طرز مخصوص می‌ساختند و کارتونی سخت است. ببینید مثلا در همین کتاب‌هایی که من دیدم، کتاب‌های دستخطایی که مثلا از قدیم به ما میراث مانده بودن، همین گونه مثلا نقش است، 3 نقش. خب در اکثر کتاب‌ها همین چی مشاهده می‌شود. این چی معنی داره و چرا این گونه است؟ این نقش‌ها در اکثر دستخط‌ها دیده میشوند و این یعنی نقش‌هایی هستند که از قدیم الایام هم خیلی عنعنه شده بود که در دستخط‌ها هم خیلی نقش‌ها را ایجاد می‌کردند و اینها یعنی هر یک تا اینها با خود نام خاص دارد و فکر میکنم تاریخی با خود خاص دارد که در هر یک دوره تاریخی یک تا پیدا شده. یعنی که این از مابین میبینیم این بیضا شکل سکنجه کلانش نامش تورنج، یعنی تورنجی در اصطلاح نام اصطلاحش تورنج و این بالا میدکایی که بالاش از دو طرف هستند، از بالا و از پایان، اینها سرتورنج نام دارند و با بغیر از تورنج و سرتورنج در روی جلد یعنی زنجیره با موجود است که در اطراف‌های جلد اندکاری نقش می‌گیرد. یعنی این شکلی مثلا کتابداری، این شکلی مثلا صحیفه بندی یک به قول امروز استاندارد بود که باید تمامی صحافان این رو رعایت میکردن. مثلا من فکر میکنم که سبب تا امروز مثلا همین گونه تا امروز رسیده آمدن همین کتاب ها محض خدمت صحافان است که خیلی مهنت کردن و خیلی مثلا از خود مهارت نشان دادن که کتاب با گذشت سالهای زیاد، عصرهای زیاد از میان نرود و تا به دوره ما برسد. خب اینجا یک دستگاه دیگر هست. در این دستگاه کاغذهای مخصوص نگه داشته می شود و این کاغذها برای حجت ها، برای روزنامه ها، برای آن دستخط هایی که مثلا صحیفه های بسیار نازک دارند و می توانند که در یک بار دو بار مثلا ورق زدن از بیان روند استفاده برده می شود. مثلا این همین روزنامه ها برای که عمری بیشتر داشته باشند محض با همین گونه کاغذ ها مثلا روپوش کرده شدند و
میگویند که بعد از این گونه روپوش کردن شاید که 200 و یا 300 سال دیگر همین مثلا روزنامه ها عمر ببینند. میگویند که بعضی از نسخه هایی که در مرکز میراث خطی نزد ریاست اکادمی ملی علم های تاجیکستان نگهداری می شوند در دنیا یک شماره اند و این نسخه ها از نگاه علمی و تاریخی ارزش خیلی گران دارند. میتونم درباره سه نسخه که در پیش من هست گپ زنم که این سه نسخه که هست، یکی از نسخه قدیم ترینه که در کتاب در مرکز ما محفوظ است، این دست‌نویس بستان العارفین ابوالخیر سمرقندی است و این در عصر نوح نوشته شده است و این دست‌نویس بعدا در عصر 19 موردی ترمیم و از نو صحافی شده است و یک ایزی همون ترمیم صحافی بعدی کردگی و در این مقدمه در علاوه هایی که در حاشیه آورده شده است اون صحافا اشاره کردند این در فلان دوره باریدیوم موردی کارکرد قرار گرفته است. البته این به زبان عربی است و یکی از نسخه‌های خیلی نادر است که برای آموزش و معین نمودن و مؤلف این اثر بسیار بی‌نظیر خودش هم سمرقندی است، فقیه سمرقندی، ابوالعیش سمرقندی میگویند، اما فقیهی تخلص دارد و در بعد از آن ما میتونیم که دست‌نویس دیوان کلیات سعدی شیرازی را وید کنیم. این یکی از دست‌نویس‌های خیلی نادر است و حتی در کتابخانه‌های بزرگ دنیا در برابر این سال و زمانی که کتابت شده است از این پیشتر نیست. یعنی از اون معلوم میشد که این دست‌نویس‌هایی که ما داریم اینها گرچه که بعدا در دیگر کتابخانه باشند نسخه هاشون هست، اما برتریت در آن است که این نسخه ها در ما از همه قدیم‌تر هستند. ارزش همه طرفه ارزش بالاتر است و در وقتی تحقیق میکنیم، وقتی که یک کتاب یک دست‌نویس کار میکنیم و او را برگردان میکنیم و در بارش آموزش میکنیم، حتما اون چیز که نسخه اول است فرقیت‌های خیلی زیاد دارد. دست‌نویس‌هایی که بعدا کتابت میشوند فرقیت‌های زیاد در دیده میشود و عالم و عالمانی که محقق هستند در همه دنیا البته تکیه به نسخه قدیم‌تر میکنند و نسخه قدیم‌تر نسخه است که مکمل‌تر است و دقیق‌تر است. یکی از دست‌نویس‌های بسیار عجیب و خیلی نادری که در عصر 19 گویا کتابت شده است همین شهریارنامه است. این شهریارنامه در ایران در یک بازار ایران ستاریکوف چی میکند؟ پیدا میکند. او سفیر بود. ستاریکوف کتاب رو میخرد و میارد و وقتی که کتابخانه‌اش به اکادمی علم های تاجیکستان میسپارد این دست‌نویس در همون فاندی در همون ذخیره کتاب‌های ستاریکوف موجود است و یک نسخه خیلی نادر و نسخه اول است و همین نسخه مثال قریب در دنیا دیگر همین کتابت نیست. یعنی که همون نسخه که خودی مؤلف نوشته است اما کتابت کرده است همون در پیش ما است. همین طریق دیگر نسخه خیلی زیاد نسخه از کلیله و دیم از مثلا یک 4 دیوانی بسیار مشهور غزلیات نوایی که به زبان ترکی چغاتای نوشته شدند یکی از قدیم‌ترینش در ما است که ما چند با همکاری دانشگاه زبان ادبیات به نام علیشیر نوایی شهر تاشکند جمهوری ازبکستان این نسخه ها را در یک نشر فاکسیمیلی در زیر نشر فاکسیمیلی است که در همکاری با مرکز ما و دانشگاه زبان ادبیاتش به تب میرسد. البته نشر فاکسیمیلی من یک چیز دیگر مثال از نسخه دیگری که در دست من هست و من در بالای این سالهای زیاد تحقیقاتم کردم و یکی از بابهای گویا که کاری تحقیقاتی من لطایف نامه فخری هیروی است و این نسخه چند نسخه است در کتابخانه‌های دنیا. مثلا در
افغانستان 2 نسخه است، در ایران 1 نسخه است، در ازبکستان 1 نسخه است، در یک کتابخانه لندن هم 1 نسخه است. اما از لحاظ کتابتی که است، این نسخه کتابت شده است در خود زمان مؤلف، یعنی در اصل شده است. خط و آرایش نسخه، طرز نوشت خط، همش مربوطی همون زمان خود مؤلف است. از این لحاظ من مثلا 2 نسخه نادر دیگر که در کتابخانه آرشیو ملی افغانستان، وقتی که من اون نسخه را مقایسه کردم، من نسخه بار آوردم، کپی بار آوردم، لیکن این نسخه که در ما است و مکمل تر است. میگویند که نسخه های خطی به نوعهای گوناگون جدا می شوند و وابسته به این کارهای علمی و تحقیقاتی جریان می گیرد. نسخه هایی که نادر هستند و افتوگراف میگن، که به دست خودی مؤلف نوشته شده است، هستند در با یک تعداد نسخه هایی هستند که نادر، یعنی کم یافتند. 1-2 نسخه فقط در کتابخانه‌های دنیا 1 یا 2 نسخه موجود است، دیگر وجود ندارند. نسخه هایی هستند که هستند اما از لحاظ به زمان مؤلف بیشتر نزدیک در ما چنین نسخه هست. البته آموزش، تحقیق که آینده این نسخه ها، که حالا وقتی ما فهرستی نسخه خطی علاقه قریب 3,000 زیادتر فهرست نگاری شده است. آموزش، تحقیق، بررسی و به مردم پیشاندن میراث یک از نسخه‌های اولین درجه ماست و ما با این چی برای شاید که سوال ها گوناگون پیدا شود، بعضی ها شاید بر ماهیتی دسته سرفهم، بعضی ها شاید ندانند که همین چی اهمیت دارد. اما در دنیا ارزشترین با ارزشترین گنجینه همین گنجینه های ترفیع دست‌نویس ها هستند. حتی در مزایده هایی که میشد یک دسته تا چندین میلیون دلار فروخته میشد، ما ارزش اصلی این دست‌نویس ها رو ما گفته نمیتونیم که از ما خیلی ارزش شد و وظیفه ما باید که همین حفظیانه هست. تشکر زیاد. واقعا وقتی که من این کتاب ها رو در نزد خود میبینم و احساس میکنم که یک زمان مثلا مؤلف این کتاب را نوشته است که مثلا در عصر 9 10 11 زندگی میکرد، به اینکه در زمان خود مؤلف این کتاب ها نوشته شدند، به اینکه خطاطان مشهور همون دور این کتاب ها را با خطای زیبای خود خطاطی کردند و اینقدر سالها، اینقدر حادثه و واقعه ها رو مثلا پسی سر کردند و تا به زمان ما رسیدند و واقعا هم یک حساسیتی عجیبه برای فرام میگیرد که من در نزد همین گونه کتاب ها هستم و واقعا هم افتخاری بزرگ است برای ملت ما که این مؤلفان، این مثلا کتاب ها از عالمان ما هست، از محققان ما هست، از آن نفرانی هست که برای علم تاجیک، برای مثلا ادبیات تاجیک کارهای ارزنده کردند. تشکر زیاد از شما. شاید در خانه های ما نیز این گونه کتاب های نادر نگهداری می شوند. برای ترمیم و نگهداری آنها مردم می توانند به کارمندان مرکز میراث خطی نزد ریاست اکادمی ملی علم های تاجیکستان مراجعت کنند. باور داریم که عصرهای عصر این کتاب ها حفظ می شوند و با گنجینه بی‌بهای علمی خود امروز و آینده ما را روشن نگه می دارند.